الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. بینندگان عزیز و ارجمند، یکی از کارهای خیر و ماندگاری که الله متعال و رسول الله صلی الله علیه و سلم ما رو ترغیب برای انجامش کردن بنای مسجد هست. قطعا میدونیم که مسجد محل عبادت پروردگار متعال هست و احب البلاد الی الله، یعنی بهترین نکات روی زمین مساجدی هستند که در آنها الله متعال پرستش می شود. و آن کسانی که مساجد را بنا می کنند و این فرصت را در واقع مهیا می کنند برای مسلمانان که در یک محلی اجتماع بکنند و الله متعال را عبادت بکنند، آنها نزد الله متعال فضیلت بسیار بزرگی را دارند به خاطر این عمل خیری که انجام دادند. بنای مسجد در واقع نشأتش از قلب انسان هست، از ایمانی که در قلب وجود دارد، باوری که انسان به آن معتقد هست. بدین خاطر است که الله متعال می‌فرماید انما یعمر مساجد الله من آمن بالله والیوم الاخر. مساجد را آن کسانی تعمیر می‌کنند، آن کسانی می‌سازند و آن کسانی مهیا می‌کنند مساجد را برای عبادت که ایمان به الله و روز قیامت دارند. کسی که ایمانی به الله و روز قیامت نداشته باشد هیچگاه مسجدی را بنا نمی کند. آن کسانی که باور دارند الله متعال را و ایمان دارند به روز قیامت مسجد را بنا می کنند تا اینکه محل عبادتی باشد برای الله متعال و یک صدقه جاریه‌ای باشد برای آنها بعد از زندگی و مرگشان. رسول الله صلی الله علیه و سلم در روایتی بسیار زیبا که حضرت عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنه نقل کرده: من بنا مسجدا لله بنا الله له فی الجنة مثله. هر کسی که برای الله متعال مسجدی را بنا بکند، محل عبادتی را بنا بکند، الله متعال مانند او را در بهشت برایش فراهم می کند. یعنی این که هر انسانی سعی بکند که چنین صدقه جاریه را و چنین موردی را بعد از خودش به جا بگذارد که در دنیا محل عبادت پروردگار باشد و صدقه جاریه‌ای باشد برایش، هم در دنیا و در زندگانیش و هم بعد از مرگش. این فضیلت بسیار زیادی هست و در مقابل الله متعال برای چنین انسانهایی که مسجد بنا می‌کنند، خیرین و نیکوکارانی که مساجد را آباد و تعمیر می‌کنند، جایگاهی همانند این مسجد را در قیامت برایشون مهیا خواهد فرمود. رسول الله صلی الله علیه و سلم در روایتی که جابر از ایشان نقل کرده میگویند که من بنا لله مسجدا، هر کسی که برای الله متعال مسجدی رو بنا بکند. شاید کسی بگوید که من توانایی بنای مسجد بسیار بزرگی رو ندارم، حتی مسجدی که به اندازه یک نفر باشد، فقط یک نفر بتواند نماز بخواند در اونجا، یعنی حتی کوچکترین مسجدی رو که انسان در دنیا بنا بکند، الله متعال در مقابل در بهشت برایش خانه ای را فراهم می کند. من بنا لله مسجدا ولو کمفحص قطات او اصغر، مسجدی بنا بکند به اندازه لانه یک پرنده یا کوچکتر از این، یعنی به هر مقداری که انسان بتواند شریک بشود در بنای یک مسجد و حتی به اندازه اینکه یک وجبی را بتواند به مسجد اضافه بکند یا به اندازه یک وجب بتواند در بنای مسجد مشارکتی را داشته باشد، بنی له بیت فی الجنه، برایش در بهشت خانه ای آماده می شود. پس بنابراین کسانی که توانایی دارند، کسانی که امکان این کار خیر را دارند، ولو اینکه به صورت یک مشارکت بسیار کمی باشد برای ساخت مسجد و بنای مسجد، برای تعمیر مسجد، این فرصت را از دست ندهید. کسانی که توانایی مالی دارند مسجد کاملی را بنا بکنند، کسانی که توانایی ندارند مشارکت بکنند در بنای مساجد، در ترمیم و تعمیر مساجد، در آباد کردن مساجد. این فضیلت بسیار بزرگی هست و نشانه ایمان فرد به الله و روز قیامت هست و سببی هست از اسبابی که الله متعال بدین خاطر شما را خواهد آمرزید و به جای آن در بهشت برای شما خانه ای را فراهم خواهد کرد، بدین معنی که شما ان شاء الله بهشتی خواهد بود. به امید این که الله متعال همه ما را در دنیا و آخرت انسانهای سعادتمندی بگرداند
و در بهشت ما را همسایگان رسول الله صلی الله علیه و سلم بگرداند. شما را به الله متعال می سپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.